سلام، به چیز میز خوش اومدید. لطفاً لایک و سابسکرایب کنید تا همیشه با هم باشیم. 5 امپراتوری باستان با قدرت نظامی فاحش. مصر باستان در طول سلطنت رامسس دوم در سال 1250 میلادی مصر بزرگترین ارتش دنیا را داشت و 100,000 سرباز داشت. این کمپین‌های نظامی در ابتدا به دلیل مهارت‌های ضعیف رامسس در فرماندهی نسبتاً ناموفق. با این وجود او اولین رهبری بود که همه نیروهای مسلح را فرماندهی می‌کرد و ارتش او مسئول حفاظت از مرزهای مصر و امنیت او را در طول 67 سال سلطنتش تضمین می‌کردند. آشوریان یک جامعه جنگجو بودند که بخش بزرگی از سرزمین‌ها را از قرن دهم تا هفتم میلادی تحت کنترل داشتند. سرزمین آنها از مرزهای مصر شروع می‌شد و تا بخش‌های شرقی ایران کشیده می‌شد. آنها به منظور حفاظت امپراتوری متزلزل خود مجبور بودند ارتش بزرگی را برای حفاظت از چنین قلمرو وسیع داشته باشند و همچنین به کسی که بتواند محاصره‌های موفقیت‌آمیز در مرزهای خارجی داشته باشد و برای پادشاه ثروت و رفاه در مقام بیاورد. بسیاری از مورخان بر این باورند که آشوری‌ها اولین ارتش بزرگ دنیای باستان را به وجود آورد. ارتش آنها به تمامی سلاح‌های قولاسا و دوربرد مانند نیزه، شمشیر آهنی و تیر و کمان و سایر تجهیزات لازم برای محاصره مجهز بودند. سکه‌های باستان اربابان سکه‌های باستان هم مورد تحسین بودند هم ترس. آنها یکی از قبایل نیمه عشایری بودند که در مناطقی از اوراسیا در قرن هفتم تا سوم میلادی زندگی می‌کردند. آنها در سوارکاری و جنگ پیشرفت زیادی داشتند. طبق سنت بربرها یک جنگجوی سکا باید خون اولین کسی که می‌کشت را می‌نوشید و سر از تن بقیه قربانیان خود جدا می‌کرد و بعداً آن را برای پادشاه خود به عنوان نشان قدرت خود هدیه می‌کرد. امپراتوری ایران بنیانگذار امپراتوری هخامنشی کوروش دوم معروف به کوروش کبیر پادشاه ایران در قرن ششم قبل از میلادی. در طول سلطنت او امپراتوری ایران شاهد گسترش قلمرو بود، به طوری که به یکی از بزرگترین امپراتوری‌های باستان تا آن برهه زمانی به شمار می‌رفت. به منظور داشتن چنین امپراتوری عظیمی و قدرت فاحشی امپراتور حتما دارای مهارت‌های زیادی و ارتش بزرگ و کارآمدی داشته است. جنگجویان ایرانی به طور گسترده شناخته شده بودند. یک جنگجوی معمولی ایرانی در آن زمان در جوانی در زمینه‌های مختلف مهارت به دست می‌آورد، به طوری که در سن 20 سالگی به عنوان یک سرباز پیاده یا سواره فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز می‌کرد. علاوه بر این کوروش کبیر گارد سلطنتی مخصوص خود را داشت که به این گارد جاویدان می‌گفت. آنها 10,000 سرباز پیاده بودند که قسم خورده بودند جان خود را فدای امپراتور کنند. بر اساس نوشته‌های هرودوت جاویدان به این معنی بود که هرگاه یک سرباز کشته میشد یک نفر جایگزین او میشد. تعداد سربازان هیچگاه کمتر از 10,000 نفر نبود. امپراتوری هخامنشی بیشک بزرگترین امپراتوری باستان بود و 220 سال بر تمام خاورمیانه و ماورای آن حکومت کرد. مؤسس این امپراتوری کوروش بود، ولی این داریوش بود که توانست با شکست دشمنان اصل در نقاط دورتر تدبیر و مدیریت قوی در داخل موفق به استحکام این پهنه عظیم شد. داریوش از همان شروع کار خوب میدانست برای حکومت به چنین مرزهایی نیاز به ارتشی قوی دارد. پیش از او کوروش با ارتش‌هایی به مراتب کوچکتر جنگیده بود و شاید همین باعث شده بود در مناطق فتح شده دائم شورش شود و برای دفع این شورش‌ها نیروی کافی موجود نباشد و کشور ثبات نداشته باشد. داریوش با آگاهی از این مشکلات دست به تأسیس ارتشی عظیم و چند ملیتی از اقوام تحت تسلطش زد که در تاریخ ماندگار شد و بقایای حکومت هخامنشی را تا سالها تضمین کرد. بخشی از این ارتش بزرگ گارد جاویدان نام داشت. در این ویدیو 9 ویژگی مهم ارتش هخامنشی را مرور می‌کنیم. 1. گارد جاویدان. تأسیس گارد جاویدان به دست شخص داریوش اتفاق افتاد. تعداد افراد این ارتش 10,000 نفر بود و از 10 هنگ تشکیل می‌شد. افراد این ارتش فقط از پارسیان و مادها انتخاب می‌شدند، چرا که وفادارترین اقوام به امپراتوری بودند و بقیه اقوام در کشورگشایی‌های داریوش و پادشاهان‌های قبلی به امپراتوری اضافه شده بودند. به این دلیل همیشه بیم خیانتشان می‌رفت. وظیفه آنها در درجه اول حفظ و نگهداری از شاهنشاهی بود و سپس شرکت در جنگ‌ها. افراد گارد جاویدان از زبده‌ترین آموزش دیده‌ترین نیروهای نظامی ایران بودند و نام آنها آمرتکا یا بیمرگ. ویژگی‌های گارد پورترینگ، گارد ویژه امپراتوران روم باستان، به وضوح برگرفته از آمرتکاهای هخامنشی بود. دوم، آکیناکه، محبوب‌ترین سلاح باستان. شمشیر خاص رسته پیاده نظام سبک اسلحه. این شمشیر به همین نام
اولین بار توسط مادها به کار گرفته شد. اولین پارس‌ها هم با کمی تغییر از آن استفاده می‌کردند. به دلیل نوع خاص دسته آن، آکیناکه معروف به خوشدستی بود و نوع مخصوصی از آن را برای اشراف می‌ساختند. آکیناکه عملاً پرکاربردترین سلاح سبک دوران باستان در ایران بود. چیزی شبیه کلاشینکوف‌های امروزی و حتی رویدادهای نزدیک به افسانه هم راجع به آکیناکه روایت شده. مثلا اینکه وقتی که خشایارشاه با کشتی پلی روی داردانل ساخت، یک آکیناکه را به عنوان شکرگزاری خداوند در آب. سوم، مرگبارترین سلاح هخامنشیان. پیش از هخامنشیان در دوره آشوری‌ها و مادها از عرابه‌هایی استفاده می‌شد که توسط 2 یا 1 اسب کشیده می‌شد و سواری آن 2 نفر و یک عرابه ران و دیگری تیرانداز یا شمشیرزن بود. ولی به گفته برخی منابع در زمان کوروش با تغییری در محور چرخ‌های عرابه آن را مجهز به 2 شمشیر داس مانند کرد، طوری که در برخورد با پیاده نظام احتمالاً منجر به قطع پای آنها می‌شد. در نتیجه ظاهر ترسناکی به عرابه میداد. چه کوروش این کار را کرده باشد چه نه، از زمان داریوش این عرابه‌ها به عنوان یک هنگ ویژه و صف شکن استفاده میشد. معمولا آنها اولین گروهی بودند که به صفوف دشمن حمله میکردند، هرچند که بعدها و در جنگ با اسکندر همین عرابه ها تبدیل به نقطه ضعف سپاه ایران شد و سواران عرابه ها با نیزه های بلند یونان سرنگون میشدند. چهارم، تقسیم بندی ارتش چگونه بود؟ ارتش هخامنشی هم مثل هر ارتش منسجم دیگری نیاز به مدیریت و تقسیم بندی منظم داشت. این ارتش که از هنگ‌های 1000 نفری تشکیل میشد و هر هنگ را 1000 بام میگفتند و فرمانده هر 1000 بام را 1000 پاتیس و هر 1000 بام از 10 دسته 100 نفره تشکیل میشد که به آن ساتاباتیس میگفتند و هر ساتاباتیس شامل 10 داتابا بود و داتابا نیز شامل 10 مرد جنگی. در واقع یک داتابای 10 نفره معادل یک جوخه امروزی و کوچکترین واحد ارتش هخامنشی. البته در تقسیم بندی نیروهای مسلح امروز دنیا به فرمانده 4 تا 5 نفر سرجوخه میگویند. فرمانده آن هم معادل سرجوخه امروز داتاباتیسم نام داشت. این سبک دقیقاً در گارد جاویدان نیز وجود داشت، با این تفاوت که گارد جاویدان همیشه باید ارتش 10,000 نفره خود را حفظ میکرد و اگر کسی کشته میشد بلافاصله شخص دیگری جایگزینش میشد. گرز یا تبرزین. گرز سلاح باستانی و افسانه ایرانیان است و طبق افسانه ها بیشتر پهلوانان اوستایی، ایزدان و فرشتگان در نبردهای اسطوره‌ای خود از آن استفاده میکردند. برای نمونه گرز معروف رستم که در شاهنامه به داستان آن اشاره شده است، مسلماً در ارتش هخامنشی گرز با آن مشخصاتی که در اوستا یا شاهنامه خوانده ایم نیست، اما آثار باقی مانده در تخت جمشید به وضوح نشان می‌دهد که برخی سربازان نوعی تبرزین به همراه دارند، سربازانی که عمدتاً با پوشش سکایی هستند و به نظر می‌رسد این سلاح بیشتر در مورد استفاده سکه‌های تحت فرمان هخامنشیان بود. ششم، حاکم مطلق دریاهای باستان. پیش از هخامنشیان، یونانیان و فینیقی‌ها فرمانروای دریاها بودند، اما هخامنشیان این معادله را برهم زدند. اولین تلاش‌ها برای ساخت نیروی دریایی در زمان داریوش انجام شد. البته داریوش مانند فرزندش خشایارشاه جنگ‌های دریایی بزرگی مثل سالامیز نداشت، ولی برای جابجایی نیروها مثل رفتن به هند و گذشتن از رود سند یا در جنگ با یونان و چندین جنگ کوچک دیگر، داریوش از کشتی‌های جنگی استفاده می‌کرد. کشتی‌های هخامنشی دو نوع بودند: آنهایی که در رودخانه‌ها حرکت می‌کردند و کشتی‌های رودخانه‌ای عموماً درازتر و عموماً پهنای آن کمتر بود و کشتی‌های دریایی درست برخلاف آنها. ملوانان نیروی دریایی ایران در سال‌های اول حکومت هخامنشی تا زمان داریوش و بعد از خشایارشاه بیشتر از یونانی‌ها و فینیقی‌ها بودند، اما گذشت زمان آنها را به قدری قدرتمند کرد تا پیش از هجوم اسکندر آنها تنها نیروی نظامی روی آب‌های جهان بودند. هفتم، مهمترین گروه ارتشی هخامنشیان. نیزه‌دار یا آرشتیبارا یکی از مهمترین یا در واقع بلندپایه ترین رده در میان سربازان پیاده بود. اگر سربازی به عنوان نیزه‌داری میرسید حتما مهارت‌های ویژه‌ای داشت. سرنیزه‌های این سربازان کاملا متفاوت بود. برخی از آنها تیز و بلند و برخی شکل یک درخت بدون برگ یعنی چند پر بودند.
نیزه‌های هخامنشی حداکثر تا 2 متر طول داشت و کوتاه‌تر از نیزه‌های یونانی بود. به همین دلیل تنوع حرکتی بیشتری داشت. 8. برجک‌های تیرانداز. معلوم نیست جد بزرگ کدام یک از سلاح‌های امروزی است، ولی در قرون وسطا نمونه پیشرفته‌تر آن بسیار مرسوم بود. هخامنشیان برجکی در 2 یا 3 طبقه می‌ساختند که توسط تعدادی گاو تنومند کشیده می‌شد. داخل این برجک‌ها بیش از 40 تیرانداز جا می‌گرفتند. وظیفه آنها شکستن صفوف دشمن و راحت‌تر کردن حرکت‌های نیروی پیاده بود. البته این برجک‌ها برای محاصره قلعه‌ها نیز استفاده می‌شد. 9. برترین کمانداران جهان. معمولاً نظرهای هرودوت همراه با اقرار است، ولی همین اقرارها نشان می‌دهد واقعاً چیزی بوده که او بتواند آن را بزرگ کند. او درباره کمانداران هخامنشی می‌گوید اگر یونانیان در شمشیرزنی حریفی ندارند، پارسیان بهترین کمانداران جهان هستند. بیرا هم نمی‌گوید. گروهی از کمانداران هخامنشی عضو گارد جاویدان بودند که گفتیم بهترین نیروهای نظامی آن زمان. کمان آنها کمانی بلند و متفاوت از کمانهای پیاده نظام بود. استفاده از کمان کوتاه پیاده نظام آسان‌تر بود، ولی پرتاب کمان بلند گارد جاویدان نیاز به تمرکز، دقت و البته توانایی بیشتری برای تیراندازی داشت. امپراتوری باستان یونان. ارتش اسپارتان یکی از نمادی‌ترین نیروهای نظامی در طول تاریخ بشر بود که در مرکز شهر اسپارتان مستقر بود. در طول جنگ پلوپونز آنها پس از شکست رقیب خود در آتن سلطنت خود را به عنوان نیروی نظامی پیشرو آغاز کردند. اسپارتان‌ها به کسانی که ازدواج می‌کردند اهمیت زیادی می‌دادند تا سالمترین و قوی‌ترین نوزادان را تحویل جامعه دهند. نوزادان توسط اسپارتان‌ها بررسی می‌شدند و در صورت ضعیف بودن، بیمار بودن و یا نقص عضو از بالای صخره‌ها دور انداخته می‌شدند. آموزش سربازهای اسپارتان از سن 7 سالگی شروع می‌شد. از مادر جدا می‌کردند و به مدارس نظامی شبانه می‌فرستادند. دوره آموزشی تا 20 سالگی طول می‌کشید و تا 40 سالگی هم باید در خدمت ارتش می‌بودند.